تلگرام کانال باشخانه ولایت سرخندری ازبکستان روز 19 فوریه سال 2024 درباره یافتن بیش از 400 قوطی سیگار تمغه اسی به مبلغ بیش از 10 میلیارد سوم یا بیش از $800,000 از یک واگن رویی تاجیکستان خبر داد. بنا به گزارش باشخانه سرخندری، کارمندان پاسگاه سر اوسیا در مرز ازبکستان با تاجیکستان هنگام تفتیش اسکانری قطارهای راه آهن در این پاسگاه در یکی از واگن‌های قطاری که از یک کشور همسایه توسط ازبکستان به تاجیکستان میرفت مال‌های را مشاهده کردند که قاچاقی به نظر می رسیدند و طبق عکس‌های رنگینی به مال‌هایی که در اعلامیه گمرکی نشان میداد مانند نبود. در نتیجه کوفتکوب داخل واگن، کارمندان باشخانه در بین قوطی‌های چنگکشک و ماشین‌های جامه‌شویی و خلطه‌های شیر خشک 420,000 قوطی سیگار تمغه اسی پیدا کردند که یگان خیل مارکه اکسیزی نداشت. حجم عمومی سیگارهای یافته شده 10 میلیارد و 50 میلیون سوم ازبکی برابر به $810,000 برابر شده است. گفته می شود کارمندان باشخانه سر اوسیا در رابطه با این حالت تفتیش برده ایستادند. درباره فروشندگان و خریداران این مقدار بزرگ محصولات تماکوی قاچاقی در مرز ازبکستان با تاجیکستان گرفته شده معلومات در دست نیست. واردات محصولات تماکو از جمله سیگارهای تمغه در جمهوری پرخریدار اسی به تاجیکستان در منوپول چند شرکت مربوط به نزدیکان و خویشاوندان افراد پرنفوذ در دایره های حاکم کشور قرار دارد.